آرامستان تاریخی شونیزیه آرامگاه بسیاری از بزرگان و عارفان است که شاید امروز یافتن تک تک آنها در این فضای متروک میسر نباشد. برای دیدار با جنید بغدادی صوفی اهل صحف راهی آنجا شدم. نرسیده به مزار او در زیر قبه‌ای فیروزه رنگ اتاقکی تازه ساز بود که 3 قبر پوشیده در 3 گوشه آن قرار داشت. یکی از آن 3 علامه آلوسی، مفسر سده 13 صاحب تفسیر روح المعانی و دیگری به نقل از راهنما بیبی زینب عارفه بود. در فاصله نه چندان دور در کنار مناره‌ای تازه ساز بنایی در زیر قبه فیروزه رنگ قرار داشت. با عبور از راهروی کوتاه 2 ضریح چسبیده به هم ظاهر شد. اولی سریع سقطی، شاگرد معروف کرخی، داعی و استاد جنید و مراد بسیاری از مشایخ عراق بود و دیگری شیخ الطائفه و به تعبیر عطار شیخ علی الاطلاق جنید بغدادی بود. نقش مؤثر او در جلوگیری از انحراف و افراط صوفیه از یک سو و حفظ نهاد عرفان از سوی دیگر در روزگار خودش بسیار برجسته و مؤثر است. نقل است که جنید جامه به رسم علما پوشیدی. اصحاب گفتند ای پیر طریقت، چه باشد اگر برای خاطر اصحاب مرقع در پوشی؟ گفت اگر بدانمی که به مرقع کاری برآمدی، از آهن و آتش لباسی سازمی و در پوشمی، ولکن به هر ساعت در باطن ما ندا می کنند که لیس الاعتبار بالخرقه انما الاعتبار بالحرقه. اعتبار به خرقه پوشی نیست بلکه به آتش درون است.